شما نمیدونید اون زمان تک تک شما رو چقدر دوست داره، خیلی اما در بیشتر. و این اون شخصی که بین ما تنهاست، بین ما غریبه، بین ما مظلوم. السلام علیک ایها العلم المنصوب والعلم المسبوب والقوث والرحمة الواسعه وعدا غیر مکذوب. امروز هم که جمعه است، این رو عرض میکنیم خدمتشون. هذا یوم الجمعه و هو یومک و انا فیه ضیفک و جارک فعدفنی و اجرنی. خدای امروز روز جمعه است، به حضرت میگیم یا مولا یا صاحب الزمان، امروز روز جمعه است که روز توست و من هم پناهنده به تو هستم و مهمان تو هستم. پس هم ازم پذیرایی کن و هم پناهم بده. این نکته خیلی مهمه که ما دقت بکنیم. حضرت مثل اعلاست. مثل اعلا یعنی کاملترین نمونه از خدا یا خلیفت الله هست، یعنی جانشین خدا روی زمین هست. خود ایشون در دعایی که برای همه ما تنظیم کردن، فوق‌العاده است دعاهایی که ایشون تنظیم کردن. در ماه رجب اللهم انی اسألک جمیع معانی ما یدعوک بهی ولات امرک، با این شروع میشه که هر روزم وارد شده، فوق‌العاده مهمه. میگه شما خطاب به خدا وقتی در مورد ما صحبت میکنید بگید لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک. خدایا هیچ فرقی بین تو و اهل بیت نیست الا یک فرق، و اون این استش که اینها بندگان تو هستن، یعنی مخلوق تو هستن. اما از نظر کمالات خداوند همه اسماء و صفاتش رو در اینها ظهور داده، در همه اینها هستش. وقتی میگیم حضرت مثل اعلاست، یعنی عالی ترین نمونه از خدا یا خلیفت الله، یعنی به هر کس هر چی میرسه از ایشون میرسه، از واسطه فیض میرسه. یعنی ما وقتی میگیم حضرت پناه یا رحمت واسعه هست، شما هیچ جای دیگه ای نمیتونید این پناهگاه و این رحمت رو پیدا بکنید، هیچ جای دیگه. هرچی هست ایشون، این تمام مجاری فیض رحمت از ایشون. در زیارت آقا امام حسین داریم علیه السلام، میفرماید که عرض میکنیم خدمت آقا که ارادت الرب فی مقادیرهی تهبط الیکم و تستر من بیوتکم. خدایی که همه چیز رو تقدیر میکنه، یه اتم، یه الکترون، یه نوترون، یه گیاه، یه سلول، یه ماهی، یه آب، گیاهان، آسمون، زمین، دریا، ملکوت، جبروت، بهشت، جهنم، همه چیز با تقدیرات الهی است. تمام این تقدیرات وقتی خدا میخواد اراده بکنه، اراده رب در اندازه گیری همه امورش، در تقدیر همه امورش، تهبط الیکم، اول نازل میشه به سوی شما، و تستر من بیوتکم، و خونه شما به بقیه افراد میرسه. بنابراین اگر شما هر چی که میخواید، خیر یا دفع شر، همش دست این آقاست. هر چی از دست ایشون. جای دیگه ما منبع دیگه، مرکز دیگری نداریم به هیچ وجه. هر چی از دست ایشون هستش. هر چی که تقدیر یک کسی میشه،
تقدیراتم قبلا توضیح دادیم، یعنی ما باید قدرهامون رو انتخاب کنیم، قضاها درش هست به صورت نتیجه. در اون کتاب مهمی که عرض کردم همه بدون استثنا بخونن، نقش انسان در تقدیرات، تقدیر به این معنا نیست که خدا میشینه به یک کسی میگه خب حالا این دختر داشته باشه، این پسر داشته باشه، این سرطان بگیره، این مریض بشه، این طلاق بگیره، این بمیره. اینجوری نیست. تقدیر یعنی خداوند اندازه ها رو در اختیار ما میذاره، انتخابش با ماست. شما هر قدری رو که انتخاب کنید قضاش درش هستش. ما باید تحت آموزش معصومین قدرهای خوب رو یاد بگیریم. قدر سعادت، قدر خوشی، قدر سلامتی، قدر ثروت، قدر رحمت، قدر آرامش. اینا فرمول داره، میگه شما باید قدرهاش رو یاد بگیرید، قضاها خودش هست. پس تو اگه میخوای شکست نخوری، مثلا طلاق نگیری، طلاق ندی، زندگیت خراب نشه، رابطت با بچت خراب نشه، رابطت با صاحبکارت خراب نشه، آروم باشی، مهربون باشی، شاد باشی، میگه برو تقدیراتش رو یاد بگیر. اون تقدیرات رو یاد بگیر و قضاهاش توش هست خود به خود. مشکل ما همه این هستش که اکثر قریب به اتفاق ما اصلا حاضر به یادگیری نیستیم. مسئله ما اینه، یعنی که بخوایم یه جا بشینیم فرمول ها رو یاد بگیریم، قواعد رو یاد بگیریم، قدرها رو یاد بگیریم تا قضاهاش نصیبمون بشه. همه میان از زندگیاشون شکایت میکنن، بچه‌م اینجوری، شوهرم اینجوری، زنم اینجوری، نگاه فلان اونجوری، شغلم اینجوری. ولی وقتی بهش میگه خب حالا بابا این یه قدری داره، برو این قدر رو یاد بگیر و رعایتش کن، قضاش اونی که میخوای میشه. اونشو حاضر نیستن بگیرن. قبلا هم اینو عرض کردم، مردم معمولاً با اسم خدا خیلی مشکلی نداره. یعنی مثلا نه مسلمان ها، نه مسیحی ها، نه یهودی ها، حتی کافران با خدا مشکل نداره. یعنی اون کافرش هم که وقتی میگه من آتئیستایی رو دیدم میگه ما خدا رو قبول نداریم، بعد وقتی ازش خدا صحبت میکنم باش جدا بشم میگه خداحافظ. بعد مثلا میگم فلان کار، میگه انشالله. میدونی؟ یعنی تو باطن اون انکار حقیقی الله امکان پذیر نیست، چون ذات انسان این وابستگی و تکیه داشتن به الله رو میفهمه. همه دارن میفهمن. مردم با چی مشکل دارن که نمیتونن اتصال برقرار کنن با تقدیرات مناسب و زندگیاشون همه خراب و داغون و گرفتاری زیاد داره. اصلا جامعه جهانی مشکل پیدا کرده. این که مردم با رب مشکل دارن، یعنی با الله مشکل ندارن، خدا رو قبول دارن، با الوهیت خدا کسی مشکلی نداره. همه میگن خدا خدا خدا. طرف دوزی هم داره میکنه، میگه یا علی میخواد جنسو برداره، یعنی اونم اینجوریه. دوزا دعواشون میشه سر این که خدا جنسا رو چقدر میگه به خدا، به حضرت عباس، به امام زمان، نمیدونم من این بیشتر از این ندوزیدم. خب مسئله چیه؟ مسئله ارتباط با ربه. رب یعنی مربی، یعنی اونی که تقدیرات دست میده. ارادت و رب فی مقادیر اموره. رب کارش چیه؟ مربی چون تو رو تربیتت کنه به بزرگی خودش. چون مربی، خدا میگه رب ماست دیگه. رب ما یعنی چی؟ یعنی قراره ما شبیه این شخص بشیم، ما اسما و صفات این شخص رو که اسمش اللهه بگیریم. مربی کارش چیه؟ شما تو باشگاه نرو، اصلا کسی باید کار نداره، عدد و اندازه هیچ کی بهت نمیده، آزادی دیگه. تا رفتی تو باشگاه میگه خب حالا باید این لباسو دراری، این لباسو بپوش، قدره دیگه. این مدر این باید این لباسو بپوش. خب بعد بالا باید بیا با این دستگاه کار کنی، اینم یه قدره، نتیجه داره. بعد میگه اصلا از با این تمرین رو 3 مرتبه، این تمرین رو 5 مرتبه، این تمرین رو 10 قدر میده بهت، یعنی اندازه میده بهت. تا چون قرار شبیه به اون بشی، میخوای عضلات اونو داشته باشی، میخوای ضربه های اونو بزنی. مردم مشکلشون این است حاضر نیستن برن باشگاه، یعنی حاضر نیستن برن ثبت نام کنن، برن باشگاه، برن قدر بگیرن، برن فرمول بگیرن. میگه ببین حاج آقا الان من یه مشکل دارم با شوهرم، با زنم، یه چیزی بگو من بخونم. مثلا وقتی میگه خب مثلا این یه ذکر بده، یه حب بده من بندازم بالا مثلا حل شه. میدونی همه میخوام مفت بدون اینکه زیر نظر مربی کار کنن، مثلا اواز زناشوییشون خوب باشه، بچه‌هاشون خوب باشن، مشکل نداشته باشن،
وقتی بهش میگی خب حالا تو باید مثلا ببین این کتابو بگیر، این سی دی رو گوش کن، یواش یواش این قدرها رو رعایت کن، مثلا کلامی، جنسی، عاطفی، مثلا بدنی، خب برو بابا حوصله‌اش ندارم. یه ذکر بهم بده آقا، میدونی مفخوری معنی ذکر بده، یه دعا بده، یه هرز بده، نمیدونم اینا. بعد تا هم شکست میخورن آخرش اینجوری میکنه آقا ما واقعا سحر شدیم، دوش خودش بر میداره. فکر کنم سحر و جادو داریم، آره یه خانومی هست تو فامیلمون اینجوری میکنه، یه آقایی هست اینجوری میکنه، میدونم فلانی رفته برای ما این چیزا گرفته. یعنی باز همین فرافکنی هایی که الان ما داریم میبینیم. میگم خب مگه نمیگی سحر و جادو؟ میگه چرا؟ میگم خب این عدد ذکر رو برو مرتب بگو، این دعا رو بخون برای سحر و جادو. بعد میگه اخت نکرد اونم حتی حاضر نیست انجام بده. برای این شما وقتی که میخواید از قدرها استفاده بکنید، یعنی اون قضاهایی که دوست دارید زنده، قضای نتیجه حکم قاف و زاد نه قین و زال، میخواید استفاده بکنید، باید اون رابطه تنظیم بشه. تمام تقدیرات دست ایشونه. شما اگه میخوای پناهنده بشی باید قواعد پناهندگی رو رعایت بکنی. یعنی باید پناه ببری واقعا به حضرت. این چی میگم پناه بردن؟ شما اینجا که میخوای پاشی که داره بارون میاد، وقتی میری زیر سقف اینجا دیگه نیستی، اینجا دیگه پیدات نمیشه. کجایی؟ تو پناهگاهی. نمیشه آدم بخواد هم گناه بکنه، هم معصیت کنه، هم ماهواره نگاه کنه، هم تو فضای مجازی باشه، هم ارتباطاتش رو قطع نکنه. بعد بیاد میگه حالا زندگیم خراب شده، افکارم، خوابای بد میبینم، نمیدونم. خب تو اصلا پناه نبردی. اصلا پناه یعنی شما ول کنی یه جایی رو بری یه جای دیگه. پناهگاه یعنی این دیگه. پس وقتی میگه والقوس، حضرت میگه بیاید پیش من، جای دیگه نرید. بخوای انتخاب همسر کنی حواست باشه یه جوری انتخاب کن که پناهگاه خارج نشی. و ما مثلا بی احتیاطی میکنیم، یه دفعه یه همسری رو انتخاب میکنیم که اصلا همه چیمون رو نابود میکنه. اصلا بی پروا انتخاب میکنیم. خانوما خیلی بی پروا بله میدن به آقایون. یعنی باید پژوهش بشه، تحقیق بشه، ببینیم این پسر بدبین نیست، این پسر خسیس نیست، این آدم ثبات شخصیتی داره، خانواده‌اش چطوره، دینش هم بعدن، دین نه اول. میگم نه بچه بسیجی بود، بچه هیئتی بود، ما هم گفتیم آدم حسابی، آخوند بود، طلبه بود، اومد گفتیم حتما پیغمبره. نه اینجوری نیستش. ممکنه آخوند باشه، با هوشش خوبه، رفته درس طلبگی میخونه، ولی اخلاق اصلا چیه؟ 2000 اخلاق نداره، به درد نمیخوره. بعد حالا بی دینم میکنه آدمو دیگه، چون تو لباس دینم هستش. پس حضرت میگه قدر میاره، میگه اول چی؟ قدر اول چی؟ اخلاق، بعد چی؟ دینش. این دوتا قدر رو در نظر بگیرید. و ما اصلا این قدر رو در نظر نمیگیریم. بعد میافتیم تو دردسر. بعد حالا هی میریم به امام رضا، میگم به امام رضا 1 ساله نذر کردم، این پسر رو از امام رضا گرفتم، الان 7 سال نذر میکنم ازم بگیردش. امام رضا این چی بود دادی به من مثلا؟ این مسئله اینجوری. برای این وقتی میگیم والقوس و الرحمه، شما باید تو معرض رحمت قرار بگیرید. تو معرض قوس پناهندگی، یعنی سبک زندگی تو به گونه‌ای انتخاب کن، رشته، شغل، دوست، سبک زندگی، دیدنی ها، شنیدن. وقتی ماهواره گوشی تو خونه، چجوری پناهنده شدی؟ پناهنده شدی تو رفتی زیر وسط بلا، بعد مثلا میگه خب حالا یا امام رضا کمک کن. تو همون اون بلا رو بوده تو خونه خودت گذاشتی. درسته اینو ورده گوشی اینجا، این دیگه خیلی مصیبته دیگه. خودت داری زندگی خودت رو نابود میکنی. دقیقاً مثل کسی چاقو گرفته دستش که میزنه شکمش، میگه یا امام حسین شکم پاره نشه، یا ای خدا دوره که دیگه میزنه خودش. همون کارو داره انجام میده، واسه یا خدا یا خودش هم بلند. قوس یعنی تو سبک زندگی تو به گونه ای تنظیم کن. میگه آقا منو مهمون کن. خب مهمونی یه نفر رفتن قاعده داره، پناهنده شدن به یه نفر هم قاعده داره. یه انتخابات باید کنترل بشه، مهندسی آرزوات باید کنترل بشه، مهندسی معشوقات رو باید کنترل کنی تا پناه ببری. این دلت همینجور باز نکن، هرچی هوس کرد، هرچی خواست، هرچی
خواست بگردم، بپوشم، بخورم، برم، هر کاری دلم بخواد بکنم. بعد مثلا بگم حالا چرا اینجوری شد؟ پناهندگی یعنی تنظیم رابطه با آرزوهای جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. این من تنظیم کنم. پناهندگی یعنی این، یعنی چیزی که نذاره ما جدا بشیم. یعنی چسبندگی، یعنی حواست باشه، یعنی آقا رو پیدا بکنی، یعنی پناهگاه رو پیدا بکنی، یعنی سبک زندگی تو بشناسی. هر جوری نمیتونی رفتار بکنی و توقع داشته باشی که مشکل پیش نیاد. اما این قاعده داره فرم میده. خب درباره رحمت بودن امام، از خلقت اینه، همه نظام خلقت خداوند در قرآن با اسم رحمان خلق میکنه. قبل از خلقم خدا چی رو در نظر گرفته؟ این رو خواهش میکنم خیلی دقیق باشید. میگه الرحمنو، بگید بعدش بلند همه با هم، الرحمنو علم القرآن. بعد چی؟ بعد خلق الانسان. یعنی قبل از اصلا بخواد آفرینش کنه خدا رحمان شروع کننده است، ولی قبل از بخواد همون رحمان خلق رو انجام بده، قبلش میگه علم القرآن. یعنی خدا قرآن رو تعلیم میکنه. چرا؟ خوب دقت کنید. برای که هدف خلقت ما چیه؟ خدا برای چی ما رو آفریده؟ فرمود من شما رو از روح خودم آفریدم. درسته؟ جوری شده. و فرمود برای چی ما رو آفریده؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. او عبادت غلطه. اگه کسی تو تفسیر یا ترجمه داره ما جن و انس رو نیافریدیم مگه برای عبادت، غلطه. حیونا هم عبادت دارن، عبادتشون هم خیلی، انقدر حیونا عبادتشون خوبه که میگه روز قیامت خیلی حیونا میرن بهش، صاحباشون چون عبادتشون کمتره نمیرن بهش. پس ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون گفتیم یعنی چی؟ یعنی بندگی من. بندگی یعنی با کدوم اسم تو میتونی ارتباط بگیری؟ با رب. میگه حرفامو گوش کن شبیه من بشه. رب میاد تو بندگی دیگه، یعنی تو بنده یک کسی، چون بنده هر کی باشه قیمتت هم همونه. مربی هر کس باشه قیمتت همونه. انسان قیمتاشون از کی میگیرن؟ آدما هم مربیشون میگیرن. زیر نظر کدوم مربی داری کار میکنی؟ زندگیت با کدوم مربی هماهنگه؟ میگم الله فقط. الله دکتر فلانی و مهندس فلانی و آقای فلانی و اینا مثلا نه. کی؟ الله. اون مربی منه، قیمت من اونه، کمتر از اونه. ایاک نعبدو، یعنی تو رو فقط عبادت میکنیم؟ نه، ایاک نعبدو تو رو بندگی میکنیم، تو مربی ما. و ایاک نستعین، قیمتت ربته. برای همینم چقدر قشنگ سر نماز سبحان ربی، سبحان ربی، مربی خودم. چقدر خوب آدم خدا رو مربی خودش کرده باشه. یعنی خدا هم بگه راست میگه این بچه، این زیر نظر من داره تربیت میشه. ول نیست، گیاه خود روی به درد بخوری نیست. شما میگین گل درخته، اطرافش هم یه عالم گیاهای خودرو داریم. نه، این داره میره بالا، ثبت نام کرده، باشگاه داره، قاعده داره رشد میکنه، داره اسم میگیره هر دفعه، چند روز یه بار یه اسم جدید، چند روز یه بار یه کمال جدید، یه رشد جدید، داره میره بالا، داره پرواز میکنه. پس وقتی من برای یه همچین هدفی آفریده شدم، اولین نیازم چیه؟ همین الان چی؟ پول میخوام، غذا میخوام، نه. زن میخوام، شوهر میخوام، نه. چی میخوام؟ مربی لازم دارم. باید من تربیت کنم. این مربی رو بهش میگن امام یا خلیفت الله. پس خدا وقتی میخواد منو بیافرینه، برای چی میآفرینه؟ برای خلیفت الله. پس باید قبلش چی آماده کرده باشه برای من؟ قانون
و مجریشو آماده کرده باشه. ولی نمیشه یه دانشگاه بسازی بعد مردم بیان ثبت نام کنن بعد بگه که ببخشید ما گزینش کردیم ولی اصلا مربی نداریم استاد نداریم. مسخره نیست؟ برای همین قبل از خلقت انسان ها خدا چی باید خلق کنه؟ 2 تا خلق دیگه باید انجام داده باشه. یکی مربی ها، الگوها. یکی چی؟ کتاب قانون. پس ببینید الرحمن قرآن میخونیم بفهمیم چی؟ اول چی؟ علم القرآن. قرآن رو تعلیم میده به مربی، بعد تازه آدما میان که دیگه معطل نباشن. ولی آدم بیاد بعد بگه حالا خدا من برای چی؟ خدا میگه حالا زندگی تو من یه فکری میکنم برات. ها؟ فعلا برو مثلا بخور، بچرز، ازدواج کن. چون من حالا یه حالا بشه تصمیم گرفتم شاید تو رو مثلا خواستم آدمت کنم. نه. خدا تصمیم بعدی نداره. خدا فکر نمیکنه. من بعدا ببینم چیکار کنم. قانون خلقت داره یادت میده که این تو چقدر قیمت داری. اول مربی تو آفریده. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محتقین. چقدر قشنگ. حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. خدا شما رو یه نور آفرید اول و دور عرش او به طواف پرداختید تا اینکه منت گذاشت بر ما، شما رو فرستاد پایین و ما رو از شما آفرید. وای 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 چه صحنه قشنگه این صحنه خلقت. من علینا، منت گذاشت بر ما، شما رو به ما داد. مثلا ما رو از شما آفرید با قیمت شما، با قیمت شما، نه کمتر. اسأله ان یبلغنی المقام، من همون مقام که شما دارید رو میخوام. با قیمت شما ما رو آفرید. پس به رحمان وقتی شروع میکنه خلق میکنه رحمت میاد وسط. پس امام زائده چیه؟ امام خلق چیه؟ مخلوق رحمت الهی است. قرآن وقتی میخوایم قرآن نازل کردیم، قرآن خلق شده قبلا، نزولش رو میگه چی؟ تنزیل من الرحمن الرحیم. قرآن نازل شده ی رحمان الرحیم. پیغمبر هم میفرسته که میگه چی؟ اما ارسلناک الا رحمت یا من رحمت. اصلا خدا همش با ما با رحمت کنه. بهش رحمته، جهنمش هم رحمته. تازه اون جهنم یعنی بیمارستان دیگه، دردتون تک میکنن تو برگردی به تو بهشت. جهنم و رحمت آفرید تو ازش بترسی نری سمتش، بازم اونم رحمت بریم سمت بهشت. اگرم افتادی توش درمانت میکنه، دوره برات میگردونه بهشت. مگر اینکه نه تو گزینه قدر دائمی تو جهنم موندن رو انتخاب کرده باشی، اون دیگه خودت انتخاب کردی.